هم یا که در بنیاد کردن هم دیگرم برآمد کردگی همون هم ایدن همه خیلی برای سخنرانی بسیار طبیعی بود که همی آمدن چنگ کردن آمدن چنگ کردن صدها بار آمدن چنگ کردن این چی شد که امام علی رحمان آمد یعنی یک بار چنگ کرده کارا همه سر شد وطن خود مناسب کنند دوست داریم صادقانه خدمت کنیم بنیاد کنیم سازیم با امید هیچ کس شدن در کار نیست با امید یگان کس شدن در کار نیست با امید یگان دولت نشویم که پگاه آمده خانه ما و شما را آباد میکند یا میسازد ملت تاجیک ملت تمدن آفر است تمدن ساز است شهرساز است شهردار است معمار است دانشمند است ای شاهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی سلام پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی سوی درواز سایه کردگار ما خوش آمدی سلامت باش حسن آفرین یک جان تشکر مادری عزیز یک جان تشکر السلام علیکم جناب عالی سلام علیکم پرزیدنت محترم امام رحمان شما را من اینومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده من همیشه و خرسانی و خوام نبید است که شما را پیش ببینم سالای سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم ندیم او سال دعوت نامه هم دان من اموش خواروم امو قشلاق به ماشین نیافتم بیام ببینم نصیب همین روز بوده است انا نصیب من امروز بی که در همی زنگ بیم بیومم بعد پیشتم همو بلنده نه ساز خوب است جناب عالی این مهنت های شما دو مکا سر کنم این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم این بابادی ها را بگیم در واقع ناشناختنی چی هست گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکره سلامت باشید حسن جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن در مینه همون پریزیدنت ها میبینیم فخر میکنیم میگم بینشه ای همه خشرویتا ای همه وزیرتا ای همه قد بلندتا ای همه گردوتا خشروی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی امام علی رحمان نومت موافقی خودت هرکی هست کدوم یک خدمت های طرف گیم 7 شب 7 روز بگم یک سخنی من کم قلم عاجزی میکنه برام کارای شما این کارای شما زمینده 30 سال کرده یگان کس نکرده است از سال 78 جنگ در افغانستان قرارش ندان این خود در مدت چند جنگ قرار داد همه صلح وحدت دوستی پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که آه اینجا ساختی پریج ای بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کای میگم ای دراز میگه که در شنوی را خیلی میگم در شنوی میگه در پریج هم زخشیره چی است این هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم حالا چات کنیم تار استاد میگیم که سلامت باشه حسن سلامت باشه همه یمینا خدمت ها خطن ای شریح ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی انا من راستیش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونا نکی دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونسه نه چی مهنت همو برای باید دو 5 خونده می چی
نه این حالت هست خطدیه پیشوا میداد کوات آل میبینم دگون کار کوات ابتم برام خونم درسته اما مثلا که گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم انا در همیشه از 5 سالگیم حواسم کرد چیا خطدیم الهام اومد در فروغ سوب دانایش چیا کرستم آسان آفرین انا الله یاری شب گذشتم او الهاتی و اوش خدا یک یاردم کنم برای پیرچی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرد آمد 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دائم کتاب میخوندم باره کتاب خونه دیار بار هم را خیلی تأثیر کردی همه کارا را چی تبگی موخی گفته گفت سخن ندارم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما سلامت باشید مردم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد احسن ولی نام خودت فاطمه ایه که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه حتما به جمهوری را برید بریم سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم نه چی باشد؟ خیلی بلم پره که بدون باره خیلی سوال یکی گباز کمپیر یکی فراموش نکنه نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود جوان ها عبرت می شود میگن گل با پیران خشه جوان ها خودشو گلن سلامت باشید امی کردکی امی کردکانو امی مادر خودشو تولش اینگه پیاد گفتن اون میخته در زبان شو گیجمه بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم ای به بیشتر خونم میگم خو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان نمو کردکی 2.5 ساله رحمت انا منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشبات هوا را میگم تیلاه دولتت پاینده و پاینده تر باشد گلی باقی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از سق دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد رحمت خشومه میوه ما پیش ببینم من کی نست کرامیستم میام سلام کنم خطی اکی زسال من استم خطای پیش ببینم مالک بیا غیر خاله ما جنباز کرد دیگر یکان کسی دیگر یکان چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای باید نمیشد بخدا این 1.5 ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چقدر دوست نمیداره این مردم ها این ملت چگونه دوست نمیداره بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد
با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین شد. یک جان تشکر میگم. سفر آخران هم در شهر خارق بود. بعد یک کارخانه میکشیدیم، نگاه کردم دیوال قرتی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادند. بعد نگاه کردم بین شده یک مادر تاجیکی سال خورده، خیلی در نظرم کلانسال تافت، رحمم اومد. بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است، مرم نگاه نمیکند. بعد گوشم گفتم آچا جان شما خدمتاتون را کردین، زحمتاتون را کشیدگی هستین، شما ما را گناهکار نکنید، شما بیاین این سایه را اینجا بشینید. هم خیلی گشت نگاه کرد، گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم، من برای شما خرسندی کرده ایستادم. چی بگم دیگر؟ رفتم کارخانه را کشادم برآمدم، حاضرم، راست است، حاضرم دایره زده ایستاده است. من این مهر و محبت صمیمیتی یک در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی ملت و خلق دولت تاجیکستان میدانم. کوشش میکنم بیشتر در نزد مردم باشم و از طرف اجرایش سپارش‌های داده شده نظارت کنم که هیچی هم نباشد، یک مشکلی مردم سبکتر شود، یک پرابلم یا یک مشکل‌های اجتماعی مردم سبکتر گردد. وظیفه رهبر همین است. خلق است رهبر دولت را انتخاب میکند. اگر مردم نباشد خلق، این دولت است. اگر شما نباشید دولت کجا میشه؟ سلامت باشید، خوشبخت باشید. خدای تعالی همین هر آرزوی آمالی که در دل نیتان است، در قلبتان است، همه شما را به همانا رساند. سلامت باشید. برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جهان تشکر. خوشبخت باشید، آباد باشید.